مسئولیت یک پدر، مسئولیت یک مادر در قبال تربیت فرزند چیست؟ ولی نکته‌ای که باید توجه شود تربیت سالم فرزند خانواده هست. خانواده بزرگترین الگوی یک کودک است. هر کودک الگو برداری میکند از چی؟ از رفتار پدر و مادرش، از گفتار پدر و مادرش، از کردار پدر و مادرش. ما مسئول هستیم، باید در خانه که هستیم متوجه گفتار خود باشیم. از گفتارهایی که تأثیر منفی دارد بر روحیه و بر آینده فرزندان ما، از اونا دوری بکنیم. از رفتارهای ما، از عملکردهای ما الگو برداری میکنند، باید از آنها دوری بکنیم. و مهمتر